من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم. به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت، رفتیم جلوی مغازه موتور فروشی. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام، گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته. وقتی اتفاقها در زمان خودشون رخ نمیدن یه جای دیگه ما رو خفت میکنن و شکل بدی پیدا. آرزو میکنم چیزی در شما زودتر و دیرتر رخ نده، چون اونا نخواهید داشت، حتی اگه داشته باشینش هم نخواهید داشت. ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.